حالتون چطوره؟ به جرئت میتونم بگم خوش اومدید به خفن‌ترین ویدئویی که میتونید توی سوشال پیدا بکنید که راجع به این هستش که چطور تشخیص بدم یه بروکر خوبه یا بد. بهترین بروکری که میتونه به ما ایرانی‌ها خدمات بده کار بکنید. اول از همه بهتون بگم بهترین بروکر به ایرانی‌ها خدمات نمیده. اگر شما مدارکی رو دارید که میتونید تو بروکر ایکس ام ثبت نام بکنید یا بروکر تاپ مارکت تو سطح بین‌المللی، حتما برید اونجا کار بکنید. اما اگر ایرانی هستید و مدارک دیگه ای ندارید، ما باید بگردیم ببینیم تو ایرانی که فارکس غیر قانونیه، تخلف نیستا، غیر قانونیه، بالاخره براشون نفع نداره گفتن اینم غیر قانونی کن، تو کل دنیا قانونیه. ولی خب دیگه متاسفانه اینجا به این شکله. تو این شرایط چطور بتونیم بهترین بروکر رو انتخاب بکنیم؟ طبیعتا جایی که به این شکل باشه دزدی گرگی زیاد میشه، این واقعیت. منم تو این 8 سال خیلی تجربه مختلف دارم که رک و پوسکنده میخوام بیام بهتون توضیح بدم و بگم که چطور میتونید این قضیه رو شناسایی بکنید. خیلی ساده میخوام بهتون بگم چطوری شمایی که میخوای بری تو فارکس ثبت نام کنی، تو بروکره میری کار میکنی. خب طبیعتا تجربه که نداری تو این زمینه که ببینی اصلا درست و غلط یک چیز به چه شکله. شما مثلا میخوای ماشین بخری، خب اونی که فنی بلده دیگه، باید رنگش رو چک کنم، پلاکش رو چک کنم، فنیش رو چک کنم، همه اینا که اوکی بود اون ماشینه خوبه. شما قدرت تشخیص رو تو بروکر نداری که اصلا باید چی رو چک کنی، ظاهر سایت رو باید چک کنی، باطن سایت رو باید چک کنی، باطن سایت چیه، اصلا دسترسی داری به باطن سایت، و غیره. و اکثر افراد چیکار میکنن؟ سرچ میزنن تو اینترنت به این شکل، خیلی ساده سرچ میزنن بهترین بهترین بروکر بهترین بروکر برای ایرانیا. این سایتی که میاره بالا مثلا، من برم اینجا، مثلا کدوم بروکر رو میاره؟ لیام بروکر رو مثلا میاره. خب قدیم حالا چی رو می آورد؟ قدیم آلپاری رو می آورد. آقا بروکری که روی سئوش کار میکنه توی گوگل میاد بالا بهترین بروکر نیست. بروکری که فلانی گفته، فلانی دورش رو دیدیم بهش اعتماد دارین اومده معرفی کرده، بهترین بروکر نیست. بروکری که توی دو سه تا سایت، چهار تا سایتی وجود داره که میان بروکرها رو لیست میکنن، کلا مثل کوین مارکت کپ لیست میکنن، میگن آقا این بروکر خوبه، این بده، نظرات مثبت، نظرات منفی، اون هم بهترین بروکر نیست. چون همون سایت ها هم پول میگیرن، سر گردن است، پول میگیرن. هر بروکری که باج بده میگه آره مردم بیاین این بروکر خوبه اون بروکر بده. ولی من توی این ویدیو میخوام کامل براتون روشن بکنم که کدوم بروکر برای ما خوبه، کدوم بروکر بده. شماره یک، اولین آیتم، بروکری که قبلا بد بوده میتونه الان خوب باشه و بروکری که قبلا خوب بوده میتونه الان خوب نباشه. پس این مورد اول، هیچ چیزی رو برای خودتون بت قرار ندین. اگر به من دانیال معمری اعتماد دارین، میگم آقا الان بروکر X خوبه، بگین خوبه. اگر دلایلمو تو این ویدیو قبول کردین دیگه، اگر منطقی بود براتون، رفتین بعدن سرچ کردین، 1 سال 2 سال 3 سال دیگه دیدین نه من دارم درست میگم، بگین خوبه. اگر هم که گفتم بده، بگین بده. چون که شما 50%، بیش از 50% که چیزی که پشت بروکر داره اتفاق میفته رو نمیبینین که من میخوام تو این ویدیو کامل براتون مشخص کنم. من با بروکرهای زیادی کار کردم به صورت کلاینت، به صورت یوزر، یعنی یک مشتری. از همون اول آلپاری بوده، هات فارکسی که اصلا با ایرانی‌ها الان چند سال کار نمیکنه، من 5 سال پیش با هات فارکس کار میکردم. اولیمپ ترید بوده که باینری آپشن بود که الان هیچ کدوم اینا خوبن و به ایران خدمات نمیدن، فقط آلپاری خدمات میده که دیگه حسابی دزد شده، یعنی همه خبر داریم. قبلا دزد نبود الان دزد شده، این نکته خیلی مهمه. قبلا خوب کار میکرد اون اوایل، الان خوب کار نمیکنه چون سیر شده. چون بروکر مهم نیست، اون فردی که فاندر بروکر مهمه، اونی که بروکر رو تأسیس کرده برای ما اهمیت داره. چه کرکتریه؟ یکی آدم حسابیه میگه آقا من همیشه از کارمزد معاملات سود میگیرم، یکی میگه نه پول واریز کنن، هر کاری میکنن پولشون رو از بین ببرن، پوله بیاد تو جیبمون. ما همچین آدمایی رو تو جامعه داریم، تعداد اونایی هم که میگن پول بیاد تو جیب خودمون بیشتره. پس بروکر خوب واقعا کم پیدا میشه و مطمئنم همین الان برید سرچ بزنید از هر جایی همون بروکر بده رو انتخاب میکنید متاسفانه، که ظاهر قشنگی داره یا بالاخره آفرای ویژه‌ای رو در اختیارتون قرار میده، مثل بونوس و غیره و زاله.
95% افرادی مثل من که الان میخوان بروکر معرفی بکنن یا امثال من که خیلی تعدادشون زیاده، حالا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم، مثل آقای، من به صورت مستقیم اسم نمیبرم، آقای تی اس، دیگه خودتون باید متوجه بشین. این آقا اومد یه دوره فروخت، خیلی هم دورش خوب بود، خیلی هم نشستن نگاه کردن و بعدش هم بروکری معرفی کرد. اون بروکر که اسمش وینزور بود، اوکی بود. خب اوکی بود تا زمانی که اومدن وینزر رو کردن دبلیو ام مارکت. یعنی این آقا اومد به صورت رسمی گفت آقا، نگفتا، یعنی اصلا شو نکرد که بروکر داره به اسم خودش میزنه، هیچ موقع این کارو نمیکنه چون میره زیر سوال، ولی اومد زیر پوستی این داستان رو جدا کرد، ایرانیا رو کرد تو دبلیو ام مارکت، وینزر رفت برای خودش و اینجوری شد که این آقا هیچ که متوجه نشد و دبلیو مارکت خودش رو آورد بالا. ولی چون انقدری دزدی گرگی داخلش شد و ضعیف عمل کرد این بروکر که همه رفتن به بروکر دیگه پخش شدن، متاسفانه وینزور مشتری خودش رو از دست داد. ولی این آقا دیگه پول خودش رو در آورد با همون دپازیت اول مشتری و پولش رو در آورد، تمام شد رفت دیگه، هم توی پیج اینستاگرام فعالیتش متوقف کرد، هم هزار جای دیگه. و این تازه خوبش بود که خب خیلیاتون میشناسیدش. 95% افراد مثل ای کا میگه آقا بروکر میخوای من معرفیت کنم، $5000 بفرست من معرفیت کنم. اصلا براش مهم نیست با تیم سفید داره کار میکنه یا سیاه، اصلا براش مهم نیست اون بروکر دو سوای دیگه قراره تیم سیاه سفید. یعنی چی؟ یعنی اسلیپیج بزنه. اسلیپیج یعنی چی؟ من لایو مارکت رو براتون میارم، اگر این به من اینجا اجازه بده که نمیده. خب من همینجا، من لایو مارکت رو براتون میارم، بهتون میگم اسلیپیج یعنی چی. اسلیپیج یعنی این که آقا تو تایمایی که خبر سنگینه، مارکت داره سنگین شدو میکنه، مثل اینجا مارکت رو اینجا ریخته بود که میگه من تا اینجا رو استاپا رو میزنم بعد میرم بالا، به این میگن اسلیپیج، به این میگن اسلیپیج. واریزو برداشتن رو با تاخیر میزنن. جریان ای بوک و بی بوک که الان باهاتون به اشتراک میذارم توضیح میدم. ببینید ای بوک یعنی چی؟ ای بوک یعنی مارکت جهانی، استخر جهانی. ما یه استخر جهانی داریم به نام ای بوک. بروکرها میتونن شما رو وصل بکنن به حساب جهانی، یعنی بگن آقا ما فقط از کارمزدت سود میکنیم، سود و ضرر تو بازار جهانی میده، اگر ضرر دادی میره تو جیب بازار جهانی، اگر هم هر چی 100 برابر هم پلوتو کردی از بازار جهانی میده، به من ربطی نداره، من کارمزدمو میگیرم. یه جا هست حسابتو بی بوک میکنن. 99% بروکرهای ایرانی یه استخر برای خودشون درست میکنن، ضرر کنی پوله میره تو جیب بروکر، سود کنی از جیب بروکر باید برداری، ضرر کنی بشکن میزنه، اگر سود بکنی پولتو بوده تو بروکری که من کار میکردم، اسم نمیبرم، طرف $2000 کرده $34000 ندادن بهش، گفتن تخلف کردی. هر کاری کرد بهش ندادن. چرا ندادن؟ به خاطر اینکه بورگر حاضر نیست $30000 بده. ولی اگر حسابش ای بوک می بود باز کمال اصلا دست اونا نبود، برداشت میکرد میومد تو حسابش. اوکی. پس این داستان بسیار اهمیت داره تو بروکری که درست کار بکنی. بروکری که من بهتون معرفی میکنم، شخصا خود من نگاه میکنم اکانت هایی که 3 4 ماه به بالا تونستن سود درست حسابی به دست بیارن و میگم آقا اینا رو ای بوک کنین. کلا ای بوک کردن هزینه داره، سود خیلی کمتری برای کارگزاری داره، ولی وقتی به واسطه منی که میخوام تمیز کار بکنم تو این بروکر باشین، حساباتون اینجوری ای بوک میشه. و این آفر رو هیچ کسی تو این مارکت در اختیارتون قرار نمیده. همه میگن آقا بیاین 30% بونوس قابل ضرر. یعنی چی؟ یعنی $1000 واریز میکنی، بروکر $1300 بهتون نشون میده. اگر ضرر بکنین از اون $300 هم کم میشه. بونوس من همین الان میتونم براتون 100% بونوس قابل ضرر بگیرم، اما این کارو نمیکنم. بونوس یه خیانت برای شما محسوب میشه و برای خود من محسوب میشه. پس میگم آقا خیالتون راحته که اگر بروکری معرفی میشه به این شکله، حسابها درست داره پیش میره. یه پلنی وجود داره توی بروکرهایی که دیگه خیلی شما باید کله گنده باشین بهتون این آفر رو بدن، پلن پی ان ال منفی یا شیر پرافیت. اینا رو بعدا متوجه میشین، الان متوجه نمیشین، مخصوصا اگر تازه ورود کردین به این مارکت. خوب جای اومدین، چون اینا رو بعد 10 سال هم کسی بهتون نخواهد گفت، چون نوندونی و سود افرادی امثال من توی همیناست که من دارم میگم. پی ان ال منفی یعنی چی؟ با بروکر میبندن، میگن همه حسابا رو بی بوک کن،
بهشون هم یه ضرر بزن، 4 تا سیگنال ضررده بده. ضرر که کردن، من 30% ضرره رو بهت میدم، 70% هم میذاریم جیب خودم. خیلی راحت مشتی. خانوم ام اچ این کار رو انجام داد. آقای اچ اف مراقب فایننس این کار رو انجام داد. نگم دیگه، خیلی ها انجام دادن، خیلی ها انجام دادن که اصلا بخوام اسم ببرم باید یه عکس. خیلی از تریدرایی که میشناسیم که پیجای بزرگی دارن این پلنا رو پیاده کردن و شما نفهمیدین. اون جایی که زیرکی اومده اون کد آی بی و فرستاده تو این بروکر ثبت نام کن، مثل آقای آدم مرادی اینا رو دیگه رک میگم، مثل بیت بود، مثل رامبود، اینا همشون متاسفانه این کارها رو پیاده کردن و دارن میکنن. بعضی هم که دیگه خودشون صرافی آوردن بالا، که دیگه هر چی پول اومد از بین ببرن دیگه، یه طرفش کردن دیگه، به کم راضی نبودن. و این آقا من آمار دادم تو ماه گذشته از جیب مردم 500,000 دلار پول در آورده. کار نداریم، بگذاریم. داستان عزیزان از این قراره، پی ان ال منفی اینجوریه، ولی ما نه پی ان ال منفی میخوایم بگیریم نه هیچی. همه میگن آره شما بیاین تو بروکر با لینک ما ثبت نام بکنین، از کارمزد معاملات شما بخشی کم میشه، برای ما واریز میشه. اینو من دارم انجام میدم. اکثرا اینو دارن دروغ میزنن، اینو انجام نمیدم. فقط به کارمزد شما راضی نیستن. اگر به کارمزد باشه واقعا اوکیه. همه جای دنیا آی بیگری کار خوبیه، کار سوددهیه، خیلی هم خوبه، به شرطی که فقط از کارمزد باشه. آقا شما یه لات معامله میکنی، خب 25 دلار کارمزد داری میدی، اون دو نیم پیپ میشه 25 دلار تو یه لات، خب رو طلا. شما که داری اینو انجام میدی، اینو پرداخت داری میکنی، از اون 25 دلار بروکر میگه آقا معرفش کی بوده؟ دانیال بوده، من بودم. اوکی، 12 دلار بدیم بهش، بقیه رو ما استفاده میکنیم به واسطه اینکه معرف بوده. خیلی ساده، همه جای دنیا هم همینه. ولی کسی که بخواد دزدی کنه میگه آقا این کلاینت تو آوردی، خب حسابش از دست رفته، 20% پولش هم بهت میدیم. اکثرا دارن اینو انجام میدن، ولی به شما باز هم میگم نمیگن. ام، پس این شد از این. و من با بروکرهای خیلی زیادی صحبت کردم. با ویتاور صحبت کردم، آلپاری صحبت کردم، هات فارکس صحبت کردم، وینزور صحبت کردم، جی تی سی صحبت کردم، ایکس شف صحبت کردم، آی اف سی صحبت کردم. خیلی از بروکرهایی که الان دارن به ایران خدمات میدن صحبت کردم، اسم نمیبرم دیگه بیشتر از این. و همشون پلنای مزخرف و مثلا اون آدمی که پشت بروکر بود آدم درستی نبود آقا، نیت درستی نداشت. یه جایی پا میزنه به من و شما که میگم من از همین بروکرایی که الان قراره بهتون معرفی بکنم که یه دونه هم معرفی نمیکنم چون تعصبی واقعا ندارم، سه تا رو معرفی میکنم، میگیم بهترین کدوم، میگم آقا بهترین فعلا اینه. همیشه کانال رو دنبال بکنید تا اگر اطلاع رسانی راجع به این قضیه بود من اعلام میکنم. یه بروکر ببینید فقط کافیه. من همینجا دارم اعلام میکنم، خود پشتیباناشون هم میبینن، فاندر بروکر هم ویدیوهای منو میبینه. خود بروکر اگر یه کلاینت من بگه آقا اینا پول منو خوردن، من 2000 دلارم کردم 20,000 دلار پولم رو نمیدند، همونجا من اسکرین شاتشو میگیرم میذارم تو پنل، میگم آقا انجام بده. انجام ندی بدنامت میکنم. اگر من باعث شدم 20,000 دلار واریز به بروکر انجام بشه، کاری میکنم که 50,000 دلار برداشت بشه. و تنها راهی که میشه با بروکرها خوب تا کرد همینه. باید بدونن که ما به این قضیه آگاهیم و حقمون رو میخوایم. آقا به کارمزدتون راضی باشین، چشم، میایم داخل بروکر کار میکنیم، دمتون هم گرم که دارین خدمات میدین، ایول. ولی آقا یه سفره پنج شده، هم شما به سود خودتون قانع باشین هم بقیه قانع باشن. تو دراز مدت با اعتماد همدیگه سود بسازیم، نه با زدن همدیگه. متاسفانه میگم این بازار بازار سیاهی داره. مثلا آرون گروپ برین تحقیق کنین، یه آقای به اسم FZ پشتشه که این آقا قرارداد داره اصلا با، متاسفانه یه فرد دیگه ای که اصلا تو 2 3 سال گفته برای من کار کن، همیشه در اختیارت میذارم، بعد دیگه هیچی به هیچی، تو این مدت هم هرچی پول در آوردی مال خودت، 50 50. اینجوری دارن کثافت کاری میکنن پشت مردم عادی مثل من و شما که واقعا حقمون این نیست. و من در جریان تموم این اطلاعات هستم و تموم آدرساشون هم دارم و تموم این افرادم میشناسم بهتر از خودشون که دارم این حرفا رو میزنم. پس آگاه باشیم به این قضیه. آیا ظاهر سایت یه بروکر مهمه؟ نه. آیا مهمه که اون بروکر 13 سال کار میکنه یا 2 سال کار میکنه؟ نه. آیا یه بروکر 10 سال پیش یه داستان پول مثلا
تو مالی داشته شکایت داشته، آیا اهمیتی داره؟ نه. مهم اینه که الان داره چه خدماتی ارائه میده، الان حساباش ترتمیز هست یا نه، الان قابلیت ای بوک بی بوک کردن داره یا نه، پشتیبانیش چجوریه، واریز و برداشتش چجوریه و غیره. من سه تا بروکر یا چهار تا، فعلا سه تا رو مد نظر دارم، دو تا رو تو این ویدیو معرفی میکنم. بهتون خواهم گفت که توی این دو تا بروکر هر کدومش یه مزایایی داره که من دونه دونه میگم. اولیش دلتا فیکسه. چرا دلتا فیکس؟ دلتا فیکس 13 سال تو بازار کار میکنه. اگر دنبال بروکری هستید که اسم و رسمی داشته باشه، قدیمی باشه، خب مثلا فاندرش آقای آصفی، آقای آصفی همیشه ببینید هر بروکر نمیاد بگه فاندرم کیه. خب اصلش اینه که بگن بروکر خارجی اینجوری هم، ولی بروکر ایرانی شاید دو سه تا اینجوری باشن که اون دو تا دیگه هم کلا فاندراشون تو دیوارم ببینید یه خورده راجعشون کن. تنها فردی که میشه گفت معتبرتر هستش یه خورده آقای آصفی که پشت این بروکر فاندر بروکر، میتونید راجعش سرچ کنید، کامل موجوده همین اطلاعات. ام، و 12 13 ساله داره فعالیت میکنه. کلی حالا اینجا جایزه مایزه داره که حالا اینا زیاد جایزه‌اش اهمیتی نداره، بالاخره یه پولی میدن جایزه میگیرن، اما در بروکر داره تمیز کار میکنه. آقا دنبال بروکری هستی که سابقه دار باشه، تو همین ایران خودمون دو سه تا دفتر زیرزمینی داشته باشه، خیالتون از این بابت راحت باشه که پولتون امنه، اسلیپج نمیزنه، حساباش اوکیه، این بروکر معتبریه. چرا با لینک من ثبت نام کنی؟ یک، گفتم هیچی ازت کم نمیشه، همین الان برو تو دلترافیک ثبت نام کن، با لینک من ثبت نام نکن، چیزی ازت اضافه و کم نمیشه. ولی دو سوای دیگه نیاز به پشتیبانی داشتی به من پیام میدی، پشتیبانا یا خودم راهنماییت میکنی. دو سوای دیگه نیاز به مشاوره داشتی، کدوم حساب برم آقا، چی کار بکنم، الان اینجا تو این معامله به مشکل خورم، چیکار کنم، من پشتت هستم. دو سوای دیگه پولتو ندادن به من پیام میدی، اگر ندن من قید بروکر رو میزنم. به خاطر اینه که میگم از لینک بنده ثبت نام بکنید. از لینک بنده ثبت نام کنی، بالای یه عددی که حالا شرایط $100 $200 $300 بوده واریز انجام بدی. توی کانال وی آی پی رایگان عضوت میکنم. کانال وی آی پی راه اندازی شده. تو کانال وی آی پی رایگان عضوت میکنم. آموزش اونجا داریم. خب انقدری خدمات میدم که بگی برای من نمیشه آقا، من پولمو دارم از ترید در میارم. میخوام این وسط اگر کسی به من اعتماد میکنه، این وسط یه پول بیشتری به خودش برسه، ولی اعتماد رو بکنه. این برای من خیلی اهمیت داره، اعتماد برای من توی این مارکت خیلی اهمیت داره. و این بروکر اول هستش که حالا نحوه ثبت نام و همه این داستاناشو حالا میگم توی دلتا خواستین پیام بدین دلتا، من براتون بگم حالا یا میفرستن یا خودم ارسال میکنم، گاهی اوقات پشتیبانی خودم چک میکنم، یا بروکر دیگه خواستین درخواست بروکر دیگه که بروکر دوم فورچونا هستش. این بروکر دو سه سال داره فعالیت میکنه، اسم و رسمی به اون صورت نداره، اما فاندرهاش یه جورایی واقعا آدمای اوکی هستن، استانبول هم هستن، یه جورایی هم دوست حساب میشن، دوست دور و میشناسیمشون، آقا اوکی هن. خلاصه مطلب تو بین بروکرایی که واقعا دو سه سال دارن فعالیت میکنن مثل موندفیکس و نمیدونم خیلی از این بروکر دیگه، این واقعا حرف برای گفتن داره. چرا؟ چون بروکری که ببینید یه چیزی مثل دلتا، خب اسم و رسمش در رفته، یه جورایی چیز کرده دیگه، اعتبار رو به دست آورده، این میخواد اعتبار سالم سفید به دست بیاره. پس کارمزدش پایینتره، اسپردش پایینتره، واریز و برداشتش آنیه، خیلی باز قابلیت های بهتری داره که بروکرهای دیگه ندارن. و بروکر سومی هم که بعدا به شما معرفی خواهم کرد، بروکری که برین تو هر سایتی سرچ بزنید به همون داستانایی که گفتم، سایتایی که بهشون پول میدن و رنکینگ میدن به اونا پول داده، ولی واقعا بروکر خوبی هم هست. چون میگم خیلی مهمه با کدوم تیم آدم کار بکنه، تیم سفید باشه. اینا هر بروکری که بهتون معرفی میشه ناخودآگاه شما اصلا برید تو سایت بروکر ثبت نام بکنید، ناخودآگاه توی تیمی میرین که اون کانتری منیجر اونه. خب یا میبینید کانتری منیجرش یکی آدم خوبیه یکی آدم خوبی نیست. درست شد، فقط همینه. کلا تو ایران متاسفانه چه تو بروکر چه تو هر چیز دیگه داستان سر آشنا و آشنوازیه. آشنا آدم خوبی باشه اینجوری رو که پوسکنده بیاد صحبت کنه، حقتو میگیره، میگه آقا من سودم تو تعداد زیاد مشتریه، که منی که دارم باهات صحبت میکنم بری به 4 نفر دیگه هم معرفی کنی بگی آقا فلانی کارش درسته، بیایم با این کار بکنیم، من سودم تو اونه، میگم از هر نفر $1 میخورم ولی از 1000 نفر میخورم. یکی دیگه نه، 4 نفر میان $1000 چارج میکنن، میخواد همون $4000 همونا رو بخوره. فرق افراد اینه که متاسفانه اکثرا مورد دوم شدن، ولی خب ما همیشه متفاوت بودن رو دوست داشتیم. پس این دوتا بروکر هر کدومو که خواستین لینک ثبت نام و بقیه مواردش رو دریافت بکنید، اسمشو بفرستید، فورچونا یا دلتا یا بروکر دیگه که حالا من تو چیز معرفی میکنم.
براتون لینک اظهار میشه، حتما ما رو چنل دنبال بکنید و ایشالله که با هم دیگه کلی بهتره کنیم. راجع به صرافی کریپتو اینا هم با دو تا صرافی خوب عالی که دیگه کلا اونا رنکینگ تو کوین مارکت کپ رنکینگ داره دیگه، اصلا قابل گفتن نیستش. با بهترینایی که رنکینگ داشتن بهترین شرایط رو براتون گرفتم که میگم باز هم سود من توی کارمزد اونای و در قبالش خدمات بسیار زیادی دارم میدیم، ولی هدف اصلی من اینه اگر جایی گیر کردین ما بتونیم این گیر شما رو حل بکنیم و فقط تنها راهش همینه، وگرنه پشتیبانی فقط شما رو میپیچونه، دلایلی میاره که اصلا اسامی قلم به سلمه که اصلا نمیتونید دیگه باهاش صحبت بکنید، قیل پولتون رو میزنید. ولی ما اینجاییم که حق شما رو بتونیم بگیریم. مرسی که تا آخر ویدیو به من گوش دادین. تا ویدیو بعدی فعلا، خدا نگهدار.